سلام علیکم. بله. امیدوارم خوب و سلامت هستید. با استفاده از فرصت مناسب شما و تمام آن نفرانی که برنامه رو تماشا دارند بخشیده به سال نو میلادی تبریک میکنم و خدا کند که هر یک آرزو عملی نیکی که هر یکی ما در دل میپروریم در سال 2022 جامعه عمل بپوشد و به مقصدهای در پیش گذاشته خود در کدام سمتی که نباشد برسیم. من اسماعیل خیام‌الدین هستم. چند نکته رو میخواستم بیان کنم. وقتی که وقت کم باشد بگذار سوالهای خودم رو میدهم کفایت. سوال یکم همین است که شما همچون راهبر پیمان ملی در برابر راهبر حزب نهضت بودنتان هستید و اینجا سوال پیش از من برادر اشاره الکی کردگی بودن که یعنی موقع سیوم در برنامه‌هایی که در اصلاح و در دیدگاه میشود و شما جواب دادید که صاحب کانال آنها هستند. اگر صاحب کانال آنها باشند آنها نفرانی هستند که شما رو یعنی چهره شما رو همچون گویم در گروه سیاسی در تشکیلات سیاسی که شما راهبری میکنید فعالیت میکنند و اون تحقیرهایی که در چنین برنامه خصوصا در برنامه اصلاح میشود چرا یک بار از جانب شما اون نتیجه گیری کردن نمیشود و من خواهش میکنم که شما به من جواب دهید که اون برنامه اصلاح رو خودی شما تماشا میکنید. اگر تماشا میکنید چنین تحقیرها رو میشنوید چرا این رو اصلاح نمیکنید؟ دوم سوال، شما جانبی نه تاجیکستان بلکه چندین کشورها رو اینجا یعنی گناهگار حساب بدید با اون که چندین سالها راهبراشون عوض نمیشود. چرا خود شما از رئیس حزب یا اینکه راهبری پیمان بگذار رئیس حزب خطا نکنم از سال 2006 این جانب شما راهبریش رو به عهده دارید، چرا شما عوض نمیشوید وقتی که شما میخواهید و اعضایان شما به این فکری شما راضی نیستند و از شما خواهش دارند که در این دوره گویا مرکبی فعالیت حزبی شما راهبر باشید؟ این مضمون آن رو دارد که بغیر از شما در فعالیت گروه شما یگان نفری یعنی گویم لایق‌تر یگان نفری که بتواند این مسئولیت رو به عهده گیرد یعنی گویا که شما ندارید یعنی خودتون رو در اینجا فعالیتتون رو پس میزنید. سوال دیگر، تقسیم بیت المقدس اون نفری که شهروند اسرائیل بودن برادر عزیز سلامت باشند و اینجا سخن کردن، شما گفتید که همون سازمان ملل متحد خلاصه برآورد که باید دو تقسیم شود، شما راضی شدید؟ آیا شما چند پیش یعنی پیش از سال 2015 به همین فکر راضی بودید همچون یک نفری که مسلمان هستیم در برابر یک گروه سیاسی و دولت بودنمون ما باید دونیم که یعنی چه ظلم بالای ملت اونجا ملت مظلوم فلسطینی برادران مسلمان ما که اونجا چقدر زیر اسارت اون مردم قرار گرفتند. یعنی ما میتوانیم در سازمان ملل متحد همچون یک کشوری اعضا فکری مقابل داشته باشیم، فکری ضد داشته باشیم. این ضرورت ندارد که ما اعضا هستیم باید همه فکری آنها رو جانبداری کنیم. و اجازت میشد چند مشاهده های خودم بیان میکردم. خیلی فکر میکنم وقتی بیننده رو هم زیاد نمیگیرم به همین سوالو جواب بگیرم. فکر میکنم صحبتمون در برنامه آینده صورت بگیرد. سلامت باشید. تشکر زیاد. سلامت شو برادر عزیز. من از شما خواهش میکنم که اگر سوال هایی که مانده بود و نتونستید امروز داده در صحبت های بعدی هم مطرح کنید و من خیلی خوشم میاد با آدمان باسواد، با آدمان منطقی و حتی اگر با من راضی هم نباشن صحبت کنم و سوال و جواب کنیم، ما را اصلاح کنن. چند سوال خوب گذاشته شما. یکم این که مثلا چرا این بلاگرها و کسانی که از منسوبیت به پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت اسلامی تاجیکستان هستند، ببینید برادری عزیز، برای ما برنامه آنها را البته نه همش را، اونش که امکان دارد و وقت هست و شرایط هست تماشا میکنم و بحث و مناظره میکنیم و باز تکرار میکنم. برادری عزیز، پیمان ملی تاجیکستان و نهضت اسلامی تاجیکستان رسانه‌های رسمی خود را دارد و ما هر وقتی که از کانال پیمان ملی تاجیکستان یا کانال شخصی من یا هر کسی دیگر نسبت آن کس تحقیر شد، توهین شد یا کسی را بلاک کردن، شما میتونید مراجعت کنید و ما رسما جواب خواهیم گفت. اما کسانی که برادرانی که عضو پیمان هستند، عضو نهضت اسلامی تاجیکستان هستند یا عضو هر دو کدام تشکیلات دیگر هستند و یک کانال شخصی دارند یا یک رسانه مستقل دارند، اگرچه خودشان اعضای ما هم باشند، در فعالیت جدای از پیمان و از نهضت اونا مسئول کانال خودشان هستند. این نکته رو خواهش میکنم خیلی جدی بگیرید و همیشه در بحثا اینها رو با هم آمیخته نکنید. اما یک مسئله، شما یک سوال خوب دادید که آیا ما
در این مسئله ها در صحبت های داخلی اینا رو مطرح میکنیم یا نه؟ و حتی شما گفتید که آنها چهره های ما هستند. برادر عزیز، چهره پیمان ملی تاجیکستان طبق سندهای داخلی رهبری پیمان هست و سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان و در اون بخش‌هایی که مسائل خاص است، مثلا چهره رابطه‌های خارجی ما رئیس دپارتمنت خارجی هست، چهره ما در مسائل مهاجرت و حقوق رئیس دپارتمنت مهاجرت و حقوق است. در دیگر مسائل ها نه محمد اقبال صدرالدین مسئول و چهره ما هست، نه شوکت محمد، نه محمد کبیروف، نه یگان ایشان عبدالستار یا هیچ کسی دیگر. حتی وقتی که من در کانال شخصی خودم امروز برآمد کرده ایستادم، من از نام پیمان گپ نزده ایستادم یا از نام نهضت اسلامی تاجیکستان. من نظر شخصی خودم رو میگویم، اگرچه همزمان رئیس این دو نهاد هم هستم، زیرا من میتونم در اینجا حرفی غلط بزنم. مثلا بحثی که درباره فلسطین و اسرائیل میشود، این نظر شخصی من است، چون من در کانال شخصی برآمد کرده ایستادم و آزاد هستم که نظر شخصی خودم رو بگم. شاید که اکثریت برادران و خواهران در پیمان یا در نهضت با نظر شخصی من راضی نباشند. اگر ما اینها را جدا کرده بتوانیم آمیخته نکنیم، پس این گونه سوال با وجود نمیاد که محمد اقبال صدرالدین چهره شما هست یا شوکت محمد یا کسی دیگر. محمد اقبال صدرالدین چهره اصلاح هست، چهره اصلاح طلب است یا چهره خودش است و هر وقت که ما خواستیم یگان مسئله رو مطرح کنیم، خودمون یا شخصا من یا سخنگوی پیمان یا نهضت اسلامی تاجیکستان این مسئله رو مطرح خواهد کرد. برای همین برادر عزیز من خواهش میکنم از شما هم که بسیار یک برادری عاقل و با فهم بودید، از صحبتتون معلوم، دیگر همه چیز رو با هم آمیخته نکنید و ما این صحبت رو باز ادامه خواهیم داد. و من باور دارم همون روزی که حکومت جمهوری تاجیکستان رسما خست اعتراف کرد که ما این جنایت رو کردیم، این اشتباه رو کردیم و به عهده میگیریم دیگر این رو تکرار نخواهیم کرد و نمیکنیم، من باور دارم که این تأثیر زیاد به بالای همه مخالفین، بلاگرها و همه کسان خواهد رساند که خب دیگر مردم خودداری خواهند کرد. اما چرا حکومت بیاد این کار رو کند؟ شما که حالا طرفدار حکومت هم نیستید و طرفدار اپوزیسیون هم نیستید، من همیشه قبول کردم به اصطلاح یک گروه سیوم یا بی‌طرفا هستید. همون طوری که آمدید حالا کاری خوب کرده ایستادید که ما رو اصلاح میکنید و این بهترین خدمت با ما هست که این نکته رو گفتید، زیرا این برادران بشنوند که فقط موقع رهبری پیمان نیست که ناراحت میشود از این گونه نشر کردن نوارهای خصوصی آدم‌ها حکومتداران، بلکه الکی ملت و طرفداران ما هم نگران شده ایستادند. خیلی خوب میشد که شما همین گونه صحبت رو با رحمان و با یتیم و با رمضان رحیمزاده بکنید که او برادر ما این حرف رو با اپوزیسیون گفته ایستادیم، اینا قبول کرده ایستادن که این کار بد هست، کار خوبی نیست، تو طرفداران خود رو نصیحت کرده ایستادن. چرا شما این کار رو در شبکه‌های رسمی حکومت میکنید؟ چرا شبکه دولتی تاجیکستان فیلم خیانت درست میکند و ضد محمد اقبال صدرالدین و ضد کبیره و ضد دیگرها؟ چرا طرفدارانشان مخالفین را با نوار تأمین میکند و آنها را توطئه میکنند ضد ما؟ فابریکه جواب این کارها را میکند. چرا این کارها را کردید؟ شما این کارها را نکنید، بیاد از مردم از همه عذرخواهی کنید، بعد ببینید اگر کسی از طرفداران اپوزیسیون این کار را دوام داد دیگر هجوم کنید، بگید که شما کار غلط کرده ایستادید. بنابراین برادر عزیز تشکر برای صحبت، برای سوالها. من امیدوارم که باز در صحبت‌های بعدی شما همین گونه سوالها را مطرح خواهید کرد. اما این سوال اخیر شما را اگر راضی باشد من در صحبت آینده جواب بگم، چون وعده کردیم که طولانی نخواهد بود. باز این را به معنای فرار کردن از جواب قبول نکنید. من جواب دارم، ولی حالا اگر 5 دقیقه دیگر هم به خاطر احترام برادر وقت رو بگیره که سوال داد که چرا ما امام علی رحمان رو میگوییم که 28 یا 30 سال شد در قدرت است و خودی من 15-16 سال شد از رهبری حزب نمیروم، پس فرق بین من و رحمان چی است؟ چون این سوال خیلی زیاد مطرح میشد. من خیلی شفاف و آشکار جواب میگم. مسئله این نیست که در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کسی دیگر نیست که رهبری رو به دوش بگیرد. البته کسانی را که آماده کرده بودیم، آماده شده بودند که باید رئیس حزب باشند، 10-12 نفر را که من خودم
آماده کرده ایستاده بودند، برادر سید عمر حسینی، محمد علی حید، عبدالقاهر دولت، قیام الدین عوض و دیگران را حکومت گرفت زندانی کرد. یعنی تیار کردن یک کادرهای برای یک حزب مثل این بزرگواران که در زندان هستند کاری آسان نیست. یعنی خیلی از کادرهای ما را زندانی کردند و که آنها هر کدامشون نه تنها رئیس حزب بلکه رهبر دولت هم شده میتوانند. این یک طرف مشکلی ما است. دوم این که برادری عزیز، ما با رحمانوف نگفته ایستادیم که چرا خودت 20 سال 25 سال شد رئیس حزب خلق دموکراتی هستی، یا با رحمت الله ظاهروف نگفتیم که چرا خودت اینقدر سال، یا با شبدالوف. این کار یک حزب است، یک گروه است. یک گروه میخواهند رئیسشون 4 سال باشد، آیین‌نامه‌شون رو هم قبول میکنند. یک گروه میخواد که رئیسش 50 سال باشد. البته شخصا خودی من طرفدار آن هستم که رئیس‌های حزبان باید عوض شوند، از آن جمله در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را میموندن که در ماه سپتامبر 2015 انجمن را برگزار کند، ما دو هدف داشتیم: یکی رئیس حزب عوض شود، دیگر آیین‌نامه حزب تغییر کند و نام حزب را تغییر بدهیم. اما ما را ممنوع کردن، زدن، مهاجر کردن. امروز ما در هجرت، حالا در فکر کی رئیس حزب می شود و اصلا چی اهمیت دارد دیگر؟ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در تاجیکستان غیر ممنوع است، حالا چی رئیسش رو عوض کنیم یا نکنیم. اما اگر رحمانوف 100 سالم خدا عمرش بدهد و رئیس حزب باشد، ما کار نداریم. سخن درباره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رفته ایستاده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فقط پرزیدنت اعضای حزب خلق دموکراتی نیست. یا فردا رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پرزیدنت شد و فقط پرزیدنت یک حزب نیست، او پرزیدنت همه کشور هست که در آن اعضای حزب خلقی هست، کمونیستی هست، دموکرات هست، نهضت هست. طبق کنستیتوسیا انتخاب می شود که در اون کنستیتوسیا گفته شده است که یک آدم بیشتر از 2 مرتبه نمیتواند پرزیدنت باشد و رحمانوف را تغییر داد. مسئله اینجا برای دوامناک بودن پرزیدنت است، برای رئیس حزب چی ربط دارد؟ حالا اگر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیاین مسئله بگذارن، اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عضو ریاست 100% او حق دارد. اما ما نمیتوانیم بگیم که از رئیس حزب خلق دموکراتی عوض شود. اما ما همچون شهروند تاجیکستان، هر شهروند حق دارد مسئله بگذارد که چرا رحمانوف 30 سال رهبر تاجیکستان هست. برادری عزیز، شما که انسانی آگاه هستید، باسواد هستید، فرق بین کشور، دولت و یک حزب را باید بدانید. اما برگردیم به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. من 100% طرفدار فکر شما هستم. برای همین است که 2 مرتبه 3 مرتبه شد من استعفا میدم رسما در جلسه ریاست. اما برادران خواهران نه به خاطر آنکه کسی دیگری نیست، میگن اصلا دیگر همین مسئله مهم نیست، اهمیت ندارد. حالا ما نظر برادران در زندان بوده رو چه خیل میگیریم که آیا اونها طرفدار هستند که رئیس حزب عوض شود یا نه؟ چون این مسئله چندان اهمیت ندارد، مانده با آن که حالا در وقتی که برادران از زندان آزاد شوند برگردیم به تاجیکستان. ولی من باز هم طرفدار این هستم که در همین شرایط هم باید رئیس حزب عوض شود. برای همین تشکر زیاد برادر عزیز. امیدوارم که در آینده فرق بین حزب و کشور و دولت را شما هم رعایت خواهید کرد. خب در همینجا ما به آخر صحبت امروزه میرسیم تا صحبت‌های بعدی برادران هموطنان گرامی در پناه پروردگار یکتا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.